این سوداست کاغا جان میبری؟ میبرم ما کراچوان غریب کجا میبری؟ تا اونو چاره میبرم چند بتون کاغا جان؟ هر چی که دادی فیض. نه که باز جنجال نکنی. نه جنجال نمیکنه. آدم جنجالی نیستم. من تو 6 سال شده ما کراچوانی کردیم. امروز کسی جنجال نکردیم. کسی داده 20 داده هر چی که داده قبول کردی. قبول کردی. رشته پیدا که بابا سودا زیاد از میتونی برده. میتونم. بیا بارش کنیم بیا بابا جان. کراچوانی کردیم. چند سال؟ 6 سال میشه. 6 سال کراچوانی کردی ماشاءالله. بیا اول چی رو بار کنیم؟ میتونی کتیبه برده می؟ من میتونم. بریم بخیر. از کدام را میری؟ از راه نشین میره. کاغا جان نقدر راه دور تو رشته پیدا مستی میتونی برده نه؟ میتونم. تو بالا کو؟ اینه بسم الله. صبر کن جان صبر کن خیر صبر کن جان یک دو دقیقه. در فامیل چند نفر هستین شما؟ فامیل ما 7 نفر است. 7 نفر هستین. نانوار خانه خودت هستی؟ نانوار خودم هستم. بس چطور است روزگار چطور است؟ روزگار دیگه است دیگه اون تو روز خودت میچلونیم. بیگا میافیم سوپ میاریم. اون کار میکنیم یک چیزی که افتیم یک 5 تا نان میخریم اون الله آرد خریده نمیتونیم؟ نه آرد ما خریده ولی قیمت شده نمیتونیم. چقدر وقت میشه که آرد بوجیگه کی نخریدی خودت؟ نه یک 2 سال یک نیم سال میشه آرد نخرید. 2 سال یک نیم سال میشه آرد بوجیگه کی نخریدی؟ نه نان میاریم از اونجا 5 تا نان 4 تا نان. یک روز گشنه یک روز سیر تو الله تیر یعنی تو وقتا میای که گشنه میمونی؟ گشنه خو میمونیم که کار نیافیم میایم ما چی بکنیم چی رو بخوریم. گشنه ماندیم بعضی شوا بسیار از هفته رمضان تیر کردیم روزه گرفتیم. یک دوا که به کار میشه 10 روپیه پرستامول نداریم که بخریم. چند روپیه کار کردی امروز؟ امروز 40 روپیه کار کردیم. از کل روز 40 روپیه کار کردی؟ 40 روپیه خلاص 2 بار یافتیم 2 بار بردیم 20 روپیه. این تو روزا میاد بچه جان که ما نون یخ دعا و تر میکنیم میخوریم. نان یخ دعا و تر میکنیم؟ نان قاقه. نان قاقه؟ نان قاقه دعا و تر میکنیم میخوریم خاطری که گشنه نمانیم اون الله تر میکنه. البته کبری ما زاید شده که همین تو روزگار خریم. کب برد بگن کاغا جان؟ کاغا جان این سودا را که ما خریدیم نی؟ دیره کلش با تو خریدیم. خداوند عجر و بیته خداوند مشکلاتتان حل کنه. خداوند شما را کامیاب رستگار دنیا آخرت بسازد. ما کمک کرده به حال فقری ما بسیار خوش شدیم است. نه والا اگه برده باشم میره که ببریم یارا چکم مسیر میشه. کاغا جان این 1000 پرم بگی. این خیر ببینی میشه اگه چیزی ضرورت پورا شود کاغا جان حالی با ما یک بغل بده تو بودو مستقیم برو سیس برو خداحافظ برو بخیر. بسم الله.